مهمان من سینماگریه که تلاش کرده دغدغه‌هاش درباره هویت، تفاوت‌های فرهنگی و مهاجرت رو با خلق شخصیت‌هاش در سینما و تئاتر نشون بده. در گفتگوی من با هادی خانجانپور همراه باشید که از او درباره تجربه حضورش در صحنه‌های هنری بین‌المللی میپرسم. خیلی ممنونم که دعوت به گفتگو رو پذیرفتید. آقای هادی خانجانپور، بازیگر سینما و تئاتر در آلمان. ممنون از دعوتتون. هادی جان، برای ما که در آلمانیم این دیدن تصویر تو در تلویزیون آلمان، در فیلم‌های سینمایی، روی صحنه‌های تئاتر عادی هست. کمی بیشتر خودت از فعالیت هنری در طول این سالها بگو. بله، من اولا میخوام عذرخواهی کنم از فارسی هم، واقعا تا اون حد نیست که بتونم راحت و روون صحبت کنم. سعیمو میکنم. از بیننده عذرخواهی میکنم از شما. بله، من از سال 2008 بود که شروع کردم به بازیگری. قبلش من دانشگاه کامپیوتر علوم ورزش میخوندم، بعد رفتم تو بخش بازیگری. اول رو صحنه بودم، رو تئاتر بودم که اونجا کار میکردم و بعد از سال 2010 شد که بیشتر جلوی دوربین کار میکردم که الان از اون موقع بیشتر برای تو آلمان بود که فیلم برداری داشتم و 4 سال 5 سال اخیر که الان بیرون از آلمان تو انگلیس تو کشور مختلف کارهای بین‌المللی انجام میدم. من میخوام ازت بپرسم که چقدر در مسیر حالا کار هنری به طور خاص بازیگری در کشور آلمان سابقه مهاجرت تو تاثیر داره؟ چه در شروع کار شاید چالش هایی داشتی، مشکلاتی داشتی و در ادامه حتی در نقش هایی که انتخاب میکنی؟ اولش واقعا این مشکل خیلی بزرگی بود برای من نمیخواستم هیچ وقت این نقش های کلیشه رو بازی کنم و آلمان هم یه تاریخ خیلی تلخی داشت و داره. شما بس بیشتر دنبال این باشین، خیلی بیشتر. آلمان بیشتر از 25% خارجی تو مملکتش داره، یعنی ریشه خارجی 1/4 هستش توی مملکت آلمان. شما تلویزیون آلمان روشن کنین 1/4 رو نمیبینین هستش. اگه کار هنر، کار فیلم میخواد یه آینه اجتماعی آلمان باشه نیستش راستش. نه که فقط نقش و صورت و حضورن ما فیزیکن اونجا توی فیلم و سریال باشیم، سوژه خودمون نیستش توی این فیلم. من اینو بیشتر مشکل میبینم، چون که تصمیم گذاران میشه گفت تصمیم گذارانشون هنوز آلمانی هن، سفیدن. بعد این یه بحث نسلی هم هستش. اونا یه نسل قدیمی هن هنوز، اونایی که تهیه کننده ها، کارگردان ها، متاسفانه اونایی که واقعا تصمیم میگیرن چه فیلم های ساخته میشه و خیلی ها هستن دارن تلاش میکنن و من افتخار میکنم به کسایی که این جنگ رو دارن میجنگن و برای ماها میجنگن و من خودم رو میبینم که یه شخصی هستم که دارم برای جوانایی که امیدوارم که بیان یه راهی برای اونا باز کنیم بیشتر، که اونا این انرژیشون رو برای این جنگا، برای این سختی ها نگذارن، بیشتر به کار هنر باشن. این آدمایی که این تجربه رو کردن اون زمان زنده بودن هنوزم زنده هن حتی، و دیدگاهشون واقعا یه ذره برای خارجی ها بده متاسفانه. و من خیلی اولش اذیت شدم از اون لحاظ، ولی سعی کردم خیلی سریع اینو بذارم کنار. و یه سریالی بود به اسم بد بانکس که اونجا من یه بانکی بازی کردم. اسم من محمد بود توی سریال، مومو میگفتن، ولی دیگه خارجی بودنم سوژه نبود تو این سریال. اون خیلی کمک کرد به من. اونم اولای کارم بود که کارگردان ها، تهیه کننده های دیگه این نقش رو دیدن، بازی من رو دیدن و میدونستن که من علاقه به چه بازی، به چه نقشایی دارم و از اون موقع من سعی کردم نرم دیگه زیاد تو این کلیشه ها. داری از یک جنگ صحبت میکنی، این معنیش اینه که از بازیگری در کنار بازیگری داری اکت انجام میدی، داری یک کاری میکنی که به نظر درسته و باعث تغییر نگاه ها ممکنه بشه و در طول زمان ممکنه تاثیر مثبت داشته باشه. این به این معنیه که تو قائل هستی که نه فقط نباید بازیگر باشی و میتونی کارهای دیگه ای رو هم در کنارش انجام بدی، ولی آیا به این نگاه قائل هستی
که برخی افراد انتظار دارن که حتما اگر تو سینماگر ایرانی هستی، فیلمی در فستیوال ها میبری یا توی یک فیلم مهمی بازی میکنی یا هر کار دیگه ای، حتما یک اکت سیاسی داشته باشی یا نه؟ سوال خیلی بزرگ مهمی هستش. این یه بحثی که ما ایرانی‌ها هنرمندایی توی آلمان بینمون هستش و خیلی صحبت میکنیم درباره این سوژه. من فکر میکنم نه. جواب راحت سادهش بگم نه، چون که هنرمنده و بس آزاد باشه، کار آزاد انجام بده و این فکر اولیمه، ولی به این راحتی جوابش نیست راستش. چون که برای من هنری دوست دارم که کسی از ته قلبش، از وجودش، از خودش تعریف کنه. همیشه فیلمایی که من خوشم اومد یه فیلمایی بود که یه نفر یه حرفی داشتش و به فکر بیننده نبود، تماشاگر نبودش. و اون فیلم هم خب بیشتر سیاسی بودن. راستش بگم من فیلم سیاسی رو کلا خودم شخصا دوست دارم و دوست دارم کار سیاسی، فیلم سیاسی هم انجام بدم، ولی توقع ندارم که همه هنرمند این کارو بکنن. من توقع ندارم از آشپز همیشه یه غذا رو بپزه و از هنرمند ما نباید این توقع رو داشته باشیم. و کار هنرم باید مثل غذا همیشه نمیشه غذای سنگین، یا بعضی موقع دوست داریم یه چیز دیگه بخوریم. فیلمم میتونه تفریح باشه، ولی من هنر رو ترجیح میدم هنری باشه که منو به فکر ببره. یعنی عکسی باشه، یه نقاشی باشه، یه شعری باشه، آوازی، بازی، فیلمی، تئاتری باشه که من روز دربارش طولانی فکر کنم. میتونه منو به شوک ببره، میتونه منو بترسونه، میتونه منو بخندونه، همه اینا میتونه باشه، ولی خوب و بد نمیگم تو این قضیه. اینه شاید که یه نفر واقعا به فکر این باشه که چی میخواد تعریف کنه، حرفش چیه. سیاسیه چه خوب، من دوست دارم، خودم شخصا دوست دارم. اگه سیاسی هم نیست منم راضیم، خوبه. خب ما ایرانی ها این تعریفی که ما داریم، یعنی این سیاستی که پشتمونم هست، به خصوص آلمانی ها میبینن، بیشتر من راستش آلمانی ها میبینم که این توقع رو دارن که ما یه نظری داشته باشیم درباره چیزایی که پیش میاد تو ایران، که ما یه نظری داشته باشیم، حرفم بزنیم. ولی خیلی اصلا تو سیاست نیستن. دوستای ما اصلا نمیدونن چه اتفاقی میفته تو ایران. سخته، ولی بله میگم که نه، نباید باشه. تجربه هالیوود هم داشتی، میخوای از اون تجربه و با کسانی که کار کردی بگی؟ بله، من با کارگردانی به اسم گای ریچی کار کردم. فیلم برداری داشتیم توی اسپانیا و تجربه خیلی جالبی بود، خیلی مهمی بود برای من. توی یه ست به این بزرگی آدم کار کنه، خب برگردم تو آلمان حالا بگم توی ست کوچیک‌تر کار کردن، خب به من یه احساس راحتی میداد. خوب بود برای من شخصا، تجربه خیلی خوبی بود، مهمی بود. و چیزی که من از اونجا یاد گرفتم اینه که به قول آلمانی میگن همه با آب میپزن، حرفی که میگن. و این با جیک گیلنهال، یا اون خیلی مطرح معروف تو هالیوود که کار میکنه، خوب بود تو یه صحنه باشه آدم ببینه که اونم یه مشکلاتایی داره، ما هم داریم. این تجربه خوبی بود و اگه راستشو بگم یه ذره تلخ بود، چون که فیلم درباره افغانستان بود، نقش دوم یه افغانی بود و یه ترجمه اونجا داشتیم که کمک میکرد با دیالوگ دری که صحبت میکنیم. اون خانم خیلی خوبی، محترم، پر احترام من براش داشتم که فهمیدم این ترجمه هست تو UN، یعنی با رئیس جمهورا کار میکنه، مترجم اونا هستش. اون روز اول که باش آشنا شدم دیدم یه ذره خودشو گرفته. گفتم چجوری ست؟ گفتش که حالا خودت به تجربه کن. که من اومدم بعد نیم ساعت راستش احساس بدی داشتم اونجا، چون که احترام زیادی به فرهنگ افغانی نذاشتن اونجا. مثلا تو خود فیلم مثلا دکورش بود، معلوم بود که منی که تو افغانستان نبودم میدونستم این مراکاییه. یه لباسایی که ما میپوشیدیم میدونستم این رنگ تو افغانستان وجود نداره. بعد دیالوگی که روش کار کردیم خیلی بودن دری زبان نبود راستش و اونا هم زیاد احترام به زبان دری نذاشتن. این همون تصویر شاید اشتباهیه که در سینما از کشورهای ما متاسفانه به خصوص توی این آمریکا
اینا دیدگاهشون خیلی خیلی قدیمی هست تو از اون لحاظ. سعی کردن که نشون بدن افغانستان چجوریه، سعی کردن، ولی اونم یه دیدگاه آمریکایی بود. نقش اول یه دونه سرباز آمریکاییه. این درباره صحنه که صحبت میکنی، حالا باز برگردیم به همون فیلم های سیاسی که صحبت کردی، بازی کردی در سریال تهران بازی کردی و که خب فکر میکنم که خیلی از ایرانی ها اون سریال رو دیدن و دوست داشتن، اما دقیقا مسئله‌ای که پیش می آمد همین مسئله لوکیشن بود. محدودیتیه که هست برای نشان دادن ایران در فیلم ها. این محدودیت رو تو چطور میبینی؟ آیا به نظرت در نهایت از کیفیت فیلم کم میکنه یا نه؟ اینکه شبیه نیست، تو نمیتونی 100% شبیه بسازی. بله. یه کارگردان معروفی هست، هنرمند، شیرین نشاط بود که من سر فیلمش اومده بودم نگاه کردم و ایرانیا بودن و اینو دخالت کردن ازش، گفتن تا داری یه فیلمی تعریف میکنی درباره ایران ولی ما میدونیم که ایران نیست. و اون گفتش که من چی کار کنم، ما تو مراکو بودیم، من دستم بسته است، نمیتونم همه صحنه رو تو اون حد بسازم که معلوم بشه که ایرانه. و چه توقعی داریم ما حالا؟ میخوایم سوژهش درست باشه، میخوایم فیلمش حرفش به ما برسونه خوب باشه، یا اینی که دکورش خوب باشه؟ و واقعا مثلا توی سریال تهران خیلی تلاش کردم. من رفتم سر اون فیلم برداری، به دوستان فیلم گرفتم، اونا رو سر کار گذاشتم، گفتم نگاه کن منو گرفتن یا اینجا هستم، یک شوخی کردم باشون. اونو واقعا قبول کردم، واقعا باور کردن که من انگار الان تو تهرانم. یعنی اونا واقعا سعیشون کردن و به نظر من خوب انجام دادن. ولی بس ببینیم چی میخوایم از هنر، چی میخوایم از فیلم، چی برامون مهمه. بعد محدودیت هستش، اینو بس قبول کنیم. برای سوال آخر میخوام ازت بپرسم که چه فیلمی یا چه ژانری رو هنوز تجربه نکردی، یا حتی چه موضوعی رو به عنوان یک بازیگر ایرانی آلمانی هنوز تجربه نکردی و میخوای که تجربه کنی؟ یه آرزوی بزرگم اینه که با فیلمسازان ایرانی کار کنم، اونایی که تو ایران هستن. فیلمایی که من از اونا دیدم تو سالهای اخیر واقعا هنوز روی من کار میکنه و کیفیتشون انقدر بالاست، حرفه که میزنن انقدر قویه که من میخوام تو اینا شرکت کنم، یه بخشی از اونا باشم. امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از تو. تشکر بازم از دعوتتون.